امروز بسیار زیبا است و من خوشبختم. خوشبختی در باطن ما محفوظ است. هیچ وقت آن نتیجه تأثیرهای بیرونه نیست. بسیار آدمان تا به آن درجه خوشبختند که خواهش ردناپذیر خوشبخت بودن را دارند. من این سخن را سرمشق عمل خود قرار می دهم. یعنی از همین روز سر کرده من خوشبختم. از همین روز سر کرده من کوشش میکنم به حیاتی که مرا احاطه کرده است مطابق شوم. نمیکوشم دیگران را با خواهش خود تابع کنم. عائله‌ام، کارم، شرایط‌های زندگیم را طوری که آنها هستند قبول میکنم و کوشش میکنم با آنها مساوی باشم. از همین روز سر کرده با ارگانیسم خود اعتبار میدهم. هر سحر ورزش میکنم. پاک و تازه میگردم. غذای موافق استعمال میکنم. کوشش میکنم با ارگانیسمم یک ذره ضرری ندهم تا آن و من مثل یک ماشین تبدیل یابد و تمام طلب‌هایم را اجرا کند. از همین روز سر کرده من به انکشاف عقلم دقت میدهم. یگان چیزی فایده‌ناک می‌آموزم. در بابت تکمیل عقلی یگان تنبلی نمی‌کنم. هر چیز را که قوت، اندیشرانی و دقت جلب کنی را طلب می‌کند مورد آموزش قرار می‌دهم. از همین روز سر کرده و تکمیل آداب و معنویاتم دقت می‌دهم. از همین روز سر کرده به همه نیکخواه می‌شوم. هر قدری که امکان دارد نیکی و مهربانی می‌کنم. لباس می‌پوشم که به من می‌زیبد. با آواز پست گپ می‌زنم. در تحسین دیگران عالی همت می‌شوم. کوشش می‌کنم کسی را تنقید نکنم. کسی را اصلاح نسازم. با کسی فرمان فرمایی نکنم. از همین روز سر کرده کوشش میکنم در داخل همین روز زندگی کنم. هیچ وقت جهد نمی کنم که پرابلم‌های تمام عمرم را یک بار حل سازم. از همین روز سر کرده من برای تمام کارهایم نقشه معین میکنم. کار هر ساعتم را پیشکی می نویسم. ممکن است نقشه‌ام را پورا اجرا نسازم، ولی به هر حال آن را تهیه می سازم. این مرا از دو ضرر، سراسیمگی و ناقطعیتی رها می سازد. از همین روز سر کرده نیم ساعت وقتم را تنها و آرامانه می گذرانم و می کوشم از همه چیز فارغ باشم. از همین روز سر کرده ترس را پورا فرو می نشانم. از خوشبخت بودن، از حلاوت زیبایی، از دوست داشتن نمی ترسم و باور می کنم که آنهایی که دوستشان می دارم مرا دوست می دارند.